بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، حافظ ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه خود گفتند که وقل یا ناصحی بل انت اولی بنصحک لو لفعلک قد نظرت. این بیت 61 است. 60 بیت ابوبکر که همچون یک فرزند یا همچون یک شاگرد خطاب کرده ابوبکر را نصیحت کرده. در 60 بیت بالایی ابوبکر را بهترین و قیمتترین نصیحت ها را کرده و بیت 61 در اینجا بین مصنف و بین ابوبکر یک محاوره هست، گفتگوی هست که از نام ابوبکر مصنف رحمت الله علیه سخن کرده ایستادند. و بعض عالم ها گفتند که انا همین 61 بیت بهترین بیتی انا همین منظومه هست. گفتن بنابراین با دقت گوش کنید. گفتن که وقل یا ناصحی بل انت اولا بنصحک لو لفعلک قد نظرت. بگو ای ابوبکر، یعنی ناظم یعنی نظم نویسنده، شخصی که نظم را نوشته است. ناظم اسم فاعلی نظمه، یعنی آن آدمی که نظم را نوشته است. ناظم وقتی که میگویم معناش همین است. ناظم ابو اسحاق البیری به ابوبکر گفتند که وقل ای ابوبکر، بگو تو خواهی اگر بعد اینکه اینقدر نصیحت های مرا شنیدی بگو که یا ناصحی بل انت اولا بنصحک لو لفعلک قد نظرت. ای ناصحی من، ای شخصی که مرا نصیحت میکنی، تو خود سزاوارتر به شنیدن این نصیحت ها هستی. بل انت اولا، بلکه تو سزاوار و اولاتر به این نصیحت هایی که به من گفته ایستاده ای. این نصیحت ها را بسیارتر خودت باید گوش کنی. لو لفعلک قد نظرت، لو اگر، لفعلک به کارهایت اگر خودت نظر کنی. یا مراتبه رفتار و کردار و گفتار و عملهای خود را بسنج، امتحان کن، خود را محاسبه کن، حساب و کتاب کن. اگر یک مراتبه به عملهای خود، به کارهای خودت اگر نگاه کنی، میفهمی که به این نصیحت ها از من دیده تو سزاوارتر هستی. این سخن را ابوبکر نگفته است، لیکن مصنف به ابوبکر پیشنهاد دارند که ای ابوبکر، تو اگر خواهی این خیل گو. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که انصاری ها را، چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، نصیحت کردند در جنگ حنین، پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنهایی که در قفای جنگ اشتراک کردند، اونها جنگ نکردند، فقط اشتراک داشتند، در آخر لشکر می ایستادند. اگر رفت و دیدند که مسلمان ها مغلوب شد، یکم می گریزند، مانند ابو سفیان و مانند بعض آدم هایی که نو اسلام قبول کرده بودند، به جنگ اشتراک نکردند. در قفای جنگ، یعنی اشتراک به نامش اشتراک کردن ولی با یگان کس جنگ نکردن، در آخر لشکر، در آخر صف ایستاده بودن. وقتی که جنگ تمام شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعض آدم ها 300 شتر دادن، مانند ابو سفیان، و به انصاری ها چیزی ندادند. به مدینگی هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را جای دادند. اهل مکه همین ابو سفیان اینو روزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم را می‌خواستند دریافت کنن و به قتل رسانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر اذیت اهل مکه را ترک کرده به مدینه رفتند. اهل مدینه نوری چشم قبول کردند.
ایمان آوردند، دستگیری کردند، دین مقدس اسلام از مدینه منوره به تمام عالم قنات خود را باز کرد. بنابراین اهل مدینه انصاری ها خیلی خدمت کرده بودند. وقتی که در این جنگ هم در صف پیش می جنگیدند، اسبهاشون جراحت برداشت، شمشیرهاشون شکست، لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به انصاری ها چیز از غنیمت جنگ تقسیم نکردند و با آنهایی که نو به جنگ پیوسته بودند با آنها 300 شتر 100 شتر مال و ملک تقسیم کردند. بعد انصاری ها فکأنهم وجدوا فی انفسهم شیئا، انصاری ها در قلبشان چیزی نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم پیدا شد. بعد یکی از انصاری ها اومده گفت که یا رسول الله، انصاری ها نسبت شما در دلشان چیزی پیدا شده است. یعنی نگفتن صراحتا که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای چی این خیل تقسیمات کردند، یعنی به آنهایی که سزاواری تقسیمات هستند، سزاواری مال و ملک هستند، در صف پیش جنگیدند با آنها چیزی ندادند و با آنهایی که نجنگیدند برای آنها دادند. گفته در دلشان گپ پیدا شد. تو چی میگویی؟ گفت که منم یک شخصی از قومم هستم. گفت نگفت که من جانبدار آنها هستم، دل آنها راست گفتم، نگفت تو من یک مرد از قومم هستم. گفت با یک آداب. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در یک جای گفتن فقط انصاری ها جمع شود، مهاجرین نباشد، فقط انصاری ها. بعد وقتی که جمع کرده شدند پیامبر صلی الله علیه و سلم را آگاه کردند. پیامبر علیه السلام آمده گفتن که الم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، ای انصاری ها مگر من شما را گمراه نیافتم؟ الله تعالی به واسطه من شما را برای راست هدایت کرد. همه شما مشرک بودید، من سبب شدم که شما اسلام آوردید و برای راست قدم ماندید. مگر همین خیر نبود؟ صحابه گفتند که الله و رسوله امن، الله و رسولش حق دارد که منت کند، اما دیگرها اگر منت کند عملهای خیرش باطل میشد. لا تبطلوا اعمالکم، الله تعالی گفت که با من و با اذیت منت کرده عملهای خیر خود را بیهوده نگردانید. ای آنهایی که ایمان آوردید، صدقه های خود، خیر و سخاوت خود را با منت بیکار نکنید. یعنی مسلمان باید وقتی که به کسی خیر کرد، دستگیری کرد، باید به خاطر الله کند. رفت و از جانب این بنده وفاداری نشود، سپاسگزاری نشود، از این بنده چیز امیدم نکند و بعد یه روز نشود که منت کند. در وقتش تو کمبغل بودی، ما تو را دستگیری کردیم، ما به تو جای دادیم، ما به تو این دادیم آن دادیم، گفته بعد منت نکند. اولش که به خاطر الله کند. وقتی که به خاطر الله کرد بعد از مردم ثنا امید نمی کند، رحمت امید نمی کند، مکافات امید نمی کند، وفا امید نمی کند. اما الله تعالی حق دارد. الله تعالی بلکه نامش منان است، ذاتی که منت میکند، عطا کننده هست، جل جلاله و تقدست اسماءه. الله و رسوله امن، الله تعالی و رسولش حق دارند، سزاوار منت هستند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الم اجدکم متفرقین فهداکم الله بی، شما مگر اوس و خزرج چندین سالها بین همدیگر فقط کشتار و جنگ داشتید، مگر الله تعالی به واسطه من بین شما الفت و دوستی نانداخت؟ گفتند که الله و رسوله امن. الم اجدکم عالة، من شما رو کمبغل نیافتم، فاغناکم الله بی، الله تعالی شما رو به واسطه من ثروتمند کرد. واقعا جنگ و جهادها شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم غنیمه ها را دادند، اهل مدینه صاحب دولت شدند، صاحب ثروت شدند. هر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نیکی خود، فضل خود را به بالای آنها ذکر میکردند، آنها میگفتند که الله و رسوله امن، الله تعالی و رسولش سزاوار منت است، اهل است که منت کند. میگفتند و چیزی نمیگفتند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لو شئتم لقلتم
جئتنا کذا و کذا، اگر خواهید شما هم جواب میگردانید. انصاری ها جواب نگردان. از کمال ادب و از کمال ایمانشان و احترامشان نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به این سخنها جواب نگردان. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام انصاری ها گفتند که اگر شما خواهید چنین میگفتید، جئتنا کذا و کذا، آمدی به نزد ما، قوم خودت 53 سال در مکه زندگی کردی، اهل خودت خویشاوندانت تو را جای ندادند، خواستند به قتل رسانند، دینت را قبول نکردند، دستگیری نیافتی، ما تو را جای دادیم، دستگیری کردیم، با مال خود، با جان خود، همه جهت ما خدمت کردیم. گفته شما هم میتونستید، یعنی که لو شئتم لقلتم، اگر شما هم خواهید میگفتیم، ولکنکم سکتتم، لیکن شما سکوت کردید. مقصد این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همینجا از نام انصاری ها گفتند که اگر خواهید شما هم همین گونه جواب میدادید. مصنف در اینجا عیناً همین اسلوب استفاده کرده ایستادم. ای ابوبکر، خواهی تو بگو برای من جوابی، یعنی به این قدر نصیحت هایی که من تو را کردم جوابم بگو که یا ناصحی بل انت اولا، ای شخصی که مرا نصیحت میکنی، بل انت اولا بنصحک، بلکه تو سزاوارتر هستی به این نصیحتت اگر یا مراتب لو لفعلک قد نظرت، اگر به فعل خود اگر یا مراتب نظر کنی. و در بعض نسخه ها و قل یا نصیحی آمده است، و قل یا نصیحی بل انت اولا بنصحک لو بعقلک قد نظرت، و بگو ای ابوبکر که ای نصیحتگری من، نصیح به یک معنا، ای نصیحتگری من، بلکه تو سزاوارتر هستی به این نصیحت هایی که مرا کردی، این نصیحت ها را خودت گوش کن. لو بعقلک قد نظرت، اگر با عقل و با فهم تأمل کنی این نصیحت هایی که به من گفتی، تو خودت یک بار به این نصیحت ها گوش انداز، به این نصیحت ها تو سزاوارتر هستی از من دیده، خواهی همین گونه جواب ته گفتم. در اینجا یعنی مصنف خود را یعنی خاکسارانه و حقیقت کار هم همین است که بیان کرده ایستادند که آن کسی که گاه نصیحت میکند او هم کمبودی دارد، او فرشته نیست، او معصوم نیست. مقصد این است که وقتی که یک آدمی که نصیحت میکند یا امر معروف میکند یا به مردم تعلیم خیر میدهد، اگر رفت و از جانب او یگان خطایی در باب از بابهای عمل دیده شود، این معنای آن را ندارد که امر معروف را ترک کند. مثلا یک طالب علم یا یک عالم یا یک مسلمان میداند که یک خطایی دارد یا خطاگی های دارد، پس آیا امر معروف کند دیگرها را یا نه؟ مثلا روزه پنجشنبه دوشنبه را نمیدارد، آیا مردم را به این توصیه کند یا نه؟ یا نماز شب نمیخواند، آیا مردم را از نماز شب آگاه کند یا نه؟ که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تهجد میخواندند، 4 رکعت چنان نماز میخواندند که از زیبایی و از درازی آن نپرس، سپس 4 رکعت دیگه میخواندند از درازی و زیبایی آن نپرس، 8 رکعت و 3 رکعت دیگر ویتر میخواندند، 11 رکعت، و چنان این 11 رکعت دراز و زیبا بود که حتی قدمهای مبارکشان ورم میکرد. اگر انسان در یک جا راست ایستد ساعت طولانی قدمش ورم میکند. یعنی بیانی انا همین احکام، بیانی احکام نماز تهجد از جانب یک آدمی که تهجد نمیخواند آیا جایز است یا نیست؟ یا مثلا یک آدم ناس میکشد، دیگرها را میگوید که ناس نکشید، آیا همین جایز است یا نه؟ ابن کثیر رحمت الله علیه در این باره میگن که فکل من الامر بالمعروف و فعله واجب، امر معروف واجب است. وقتی که یک آدم میبینید که در کارهای خیر تقصیر دارد و یا امری به معروف کردن واجب است، و فعله
خودی همون کار معروف را اجرا کردن هم واجب است. کار خیر، کار نیک را اجرا کردن واجب است. یعنی آدمی که امر معروف میکند هم باید همون کار خوب را اجرا کند، با هم مردم را دعوت کند. لا يسقط احدهما بترك الاخر، یعنی که به ترک یکی اینها یکتش ساقط نمیشد. فرض کردیم یک آدم پنجشنبه دوشنبه روزه نمیدارد، اکنون باید مردم رو به همین توصیه نکند، این ساقط نمیشه، باید توصیه کند. هر چیزی که از علم میداند، یقین وقتی که میداند که همین سخنها از شریعت است، باید به مردم برساند. على اصح قولی العلماء من السلف والخلف گفتن، بنابر صحیح ترین دو قولی علما از سلف و از خلف. سلف یعنی صحابه، تابعین، تبع تابعین. خلف یعنی آنهایی که بعد آنها آمدند، جاینشین سلف هستند. یعنی دو قول است در این باره. بعضی علما و ذهب بعضهم الى ان مرتکب المعاصی لا ینهى غیره عنها. ابن کثیر حافظ شاگرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که بعضی علما در این مذهب هستند که کسی که گناه کبیره میکند یا گناه میکند عموما دیگرها را نهی نکند. گفتن مثلا یک آدم عرق می نوشد، یک آدم کوکنار می نوشد، افیون می نوشد، مواد مخدر، خلاصه تمام نوعهاش استفاده میبرد یا یکی از نوعهاش. آیا همین آدم دیگرها را نصیحت کند یا نه که نخورید همین چیزا؟ گفته حافظ ابن کثیر میگن که در این مسئله اختلاف است، لیکن قول صحیح باید امر معروف نهی منکر کند. گوید که بله ما 60 سال ناز کشیدیم، از همین چیز یگان فایده رو ندیدیم، نکنید همین کارا. گفت خوب است، اون نمیتواند خودش ترک کرده، لیکن بچهش نصیحت کند، دیگر مردم نصیحت کند که همین چیزی به معنا، به فایده، چیزی ضرر آور است یا مواد مخدر که ضررش شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که 120 مراتبه از عرق بزرگتر است. و ابن کثیر رحمت الله علیه گفتن که و بعضی علما گفتن که اجرا کننده کار گناه باید نهی منکر نکند. مثلا کسی که افیون می نوشد دیگران رو نگوید که افیون ننوشید، نگوید میگن و هذا ضعیف، و این قول ضعیف است گفتن، و این مذهب ضعیف است گفتن. و الصحیح ان العالم یأمر بالمعروف و ان لم یفعله. اینجا عالم به معنای داننده، نه عالمی اصطلاحی. حالا یک صحبت انشاءالله درباره عالم صحبت میکنیم. کی را میشود گفت عالم، کی را عالم گفته نمیشود. عالم در لغت عرب کیست و عالم در نزد شریعت کیست؟ یعنی ما کی را میتوانیم عالم دین گوییم؟ در این باره یک صحبت علاهیده میکنیم. و صحیح ان العالم یأمر بالمعروف و ان لم یفعله و ینهى عن المنکر و ان ارتکبه. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه این قول صحیح از بین قول علما از گذشتگان و از بعد آمدگان این است که آن آدمی که یک کاری معروف را میداند، مثلا نماز جماعت واجب است، میداند که نماز جماعت واجب است لیکن نمیرد. عالمون بالمعروف میداند که همین کار خوب است لیکن نمیکند. آیا مردم را امر معروف کند یا نه؟ کند. و آنی که از کار منکر خود را نمیدارد، خود افیون میخورد مثلا، آیا مردم را از همین باز دارد یا باز ندارد؟ باز دارد. میگن قول صحیح باز دارد. برای چی؟ برای آنکه وی وظیفه دار است که هم کار خیر را کند و هم به مردم را به آن دعوت کند. وی وظیفه دار است که کاری بد را نکند و وظیفه دار است که مردم را از آن نهی کند. وقتی که خود نمی کند یک واجب را ترک کرد، وقتی که امر معروف نمی کند دو واجب را ترک کرد، وقتی که خود کاری منکر را کرد یک گناه را کرد، وقتی که مردم را از آن باز نداشت دو گناه را اجرا کرد. فهمیدید؟ من فهمیدم. خب بله استاد فهمیدم. قال مالک. بعد سخن امام مالک را حافظ ابن کثیر آوردن که عن ربیعه
اذهب الى ربیعه، گفتن که مادرشان ام عالیه رو به نزد ربیعه، همین استادشان است. از استادشان روایت کردن که استادشان گفت که سمعت سعید بن جبیر، سعید بن جبیر شاگرد عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، سمعت سعید بن جبیر رضی رحمه الله یقول، من سعید بن جبیر را شنیدم که میگفت لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد بمعروف ولا نهى عن منکر. اگر سعید ابن جبیر گفتن که اگر یک آدم امر معروف ترک کند، نهی منکر را ترک کند، برای چی؟ برای اینکه همین خطاگی ها در خودش هست، همین گناه خودش اجرا میکند، همین کاری خیر خودش اجرا نمیکنه، چه خیلی مردم به این دعوت میکند یا چه خیلی مردم از آن گناه منع میکنه حالا که خودش همین گناه میکنه. اگر هر یک کسی که خطاگی دارد اگر امر معروف نهی منکر نکند، ما امر احد بمعروف، در دنیا یگان کس امر معروف نمیکند، یگان کس نهی منکر نمیکند. یعنی هیچ کسی معصوم شده نمیتواند بی گناه تا اینکه مردم از گناه باز دارد. قال مالک، وقتی که مالک این روایت کردن چی گفتن؟ و صدق، راست گفت سعید ابن جبیر، من ذا الذی لیس فیه شیء، کی آن آدمی که هیچی ندارد، یعنی کمبودی ندارد. یعنی در فعل خیر کمبودی داریم، در ترک گناه کمبودی داریم. امام مالک میگن که کی آن آدمی که کمبودی ندارد؟ همه دارد. پس اگر همه داشته باشد و همه امر معروف و نهی منکر نکند، شعیره امر معروف و نهی منکر از جمله رسانیدن شریعت از بین می رود. امامی که روزی جمعه برآمد میکند، شخصی که به مردم احکام شریعت را تعلیم میده، اینو باید نگویند اگر خطاگی های خدا به نظر گیرند. در اینجا مصنف خود را به منزلت مانده گفته ایستادن که یعنی که ما هم خطاگی داریم. وقتی که تو اگر ترجمه حال مرا آموخته برایی میگویی که ای ناظم، این نصیحت هایی که تو به من کردی اگر با چشم خیرت نگاه کنی، تو به این نصیحت ها از من دیده سزاوارتری. یعنی که همین کمبودی هایی که در من یافتی و مرا نصیحت داری در تو هم هست. گفته از نام ابوبکر خودشان گفته ایستادم. خب بعد حافظ ابن کثیر بعد اینکه این سخنهای مالک و سخنهای سعید ابن جبیر را نقل کردن گفتن که قلتو لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة و فعل المعصیه. لیکن البته آن آدمی که مردم را امر معروف میکند خودش اون کار اجرا نمیکند، مردم را از کار گناه نهی میکند و خودش اون کار گناه را میکند، این مذموم است، یعنی این کاری بد است، این صفتی بد است. و مخالفته علی بصیره فانه لیس من یعلم کمن لا یعلم، این البته چیزی بد است، هر شخصی که میداند مانند شخصی که نمیداند نیست. ولهذا جاءت احادیث فی الوعید علی ذلك، بنابراین چه حدیث ها آمده است آن آدمی که مردم را امر معروف میکند و خود نمیکند، نهی منکر میکند و خود میکند. چه خیلی که در حدیث صحیح آمده است که در دوزخ نسأل الله السلامة والعافیه آدمی که امر معروف و نهی منکر میکرد، مردم در گیردش جمع شدند، روده هاش از شکمش برآمدگی و او در گرد آن مانند اینکه خر در آسیا دور میزند در گرد روده هاش دور میزند. بعد مردم اهل دوزخ به گرد او جمع میشوند، ای فلانی تو در دنیا ما رو به کار خیر امر میکردی، از کارهای گناه ما رو منع میکردی، تو برای چی اینجا آمدی؟ میگفت که بله من شما رو به کارهای نیک امر میکردم لیکن خودم نمیکردم، من شما رو از کارهای بد نهی میکردم ولی خودم آن رو اجرا میکردم. گفته بیان میکند، یعنی مقصد الله تعالی هم سخت گرفته از لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی میکنید آن کاری که میگویید آن کاری که نمیکنید. این بسیار گناه است، گناه کبیره است که انسان به علمش عمل نکند. لیکن وقتی که امر معروف نهی منکر نمیکند به دو علم عمل نکرد،
یعنی گناهش بزرگتر می شود. این معنای اینو ندارد که امر معروف کردی نهی منکر کردی تمام عمل کردن به تو واجب نیست، نه، بلکه اول شده باید عمل کند و مردم رو هم با خبر کند، لیکن رفت و از او کمبودی صادر شود اون کمبودی رو جبران کند، توبه کند، استغفار کند، عملهای صالح را زیاد کند تا اینکه گناهش را محو کند اون عملهای صالح، ولیکن با وجود همین امر معروف نهی منکر را ترک نکند. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خود میگن که وقال حذاق اهل العلم، ببینید حذاق اهل العلم، حذاق جمع کلمه حاذق، حاذق یعنی بسیار تجربه کار، بسیار عالم های تجربه کار اهل علم گفتن که ولیس من شرط النهی ان یکون سلیما عن معصیه، شرط نهی کننده این نیست که از گناه سالم باشد. گفتن ببینید عالم های تجربه کار، عالم های ماهر در علم، حاذق ماهر در یک کسب ماهر باشد، مثلا طبیب حاذق میگن، طبیب ماهر در تخصص طب. حذاق اهل العلم یعنی ماهران اهل علم گفتن که شرط نهی کننده از گناه این نیست که خودش از گناه سلامت ماند. شرط یعنی بدون یعنی همین عمل و حق نهی کردن ندارد. شرط این نیست که آدمی که نهی میکند خودش هم گناه میکرده باشد، شرط نیست که آدم سالم از گناه باشد، بل ینهی العصاة بعضهم بعضا، بلکه بعض گناهگارا بعضیش نهی کند. هر دوش هم گناهگارو بیا دوستم مثلا یک شیشه نوشیدیم بس هست، پگاهی با کار رفتن لازم، گفته نصیحت کند هیچ گپ ندارد، بل ینهی العصاة بعضهم بعضا، بلکه نهی کند عاصی ها گناهگارا. دو نفر ظالم یک آدمی مظلوم زدن با یک نفرش زده ایستاده، از یک نفرش گفت که بس هست، گفت این خدر زدیم بس هست، گفت یعنی باید بعضی گناهگارها هم بعضی گناهگار نهی کند. و قال بعض الاصولیین، بعد امام قرطبی گفتن که بعضی اصولی ها گفتن که فرض علی الذین یتعاطون الکؤوس ان ینهی بعضهم بعضا، فرض است گفتن بعضی اصولی ها، فرض است یعنی حتمی است بر آنهایی که عرق می نوشند یا مواد مخدر استفاده می برند بعضیشان من کنند، نهی کنند، نکن بس گویند. و استدلوا بهذه الآیه، اصولی ها برای این قولشان به این آیت دلیل آوردند. الله تعالی میگه که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، یعنی بنی اسرائیل میگه که آنها از فعلهای منکر همدیگر رو نهی نمی کردن، فعلوه آن کاری که اجرا میکردن از کارهای منکر همدیگر رو نهی نمی کردن. بعد گفتن که یقتضی اشتراکهم فی الفعل و ذمهم علی ترک التنهی، یعنی این آیت تقاضای آن را دارد که آنها در فعل اشتراک داشتند، یعنی آنها همون کاری منکر همراه یک جای میکردند. الله تعالی برای چی آنها را سرزنش کرد؟ وقتی که فعل گناه همراه یک جای اجرا میکردند و همدیگر نهی از منکر نمیکردند، گفته الله تعالی مذمت کرد. ببینید به استدلال، بنابراین یک آدمی که مثلا وابسته از مواد مخدر است نمیتواند ترک کند، میداند که همین کار گناه است، میداند که استفاده کوکنار، استفاده افیون، چکیده، همه انواعش، این نوبرامتاش همش حرام است، همش برای انسان همه جهته، هم برای عقلش، دینش، آبروش، سلامتیش، مالش، همه جهته ضرر دارد. لیکن او وابسته شده است. وابسته یعنی زویسی میگن که غلامی مواد مخدر شده است یا غلامی عرق شده است. مثلا همین آدم هیچ گپ ندارد که دیگرهای نصیحت کند که نکنید همین کار گفت، یعنی باید فرض است برای او که دیگرهای نهی منکر کند، امکانیت باشد ضررهاش برای مردم بیان کند، شاید نصیحت او گاه از بعض علمدارا به تاثیر بیاید که مقصد ما این قدر سال خوردیم به فلان بلاها گرفتار شدیم، فلان چیزها رو محروم شدیم، نکنید همین کارا گوید.
قال ابن رجب، حافظ ابن رجب رحمت الله علیه شاگردی شیخ الاسلام، یعنی شاگرد ابن القیم هستند. میگن که و استاد حافظ ابن حجر هستند. حافظ ابن حجر در چند جای فتح الباری و در دیگر کتابهاشون هم از حافظ ابن رجب نقل کردگی هستند. قال ابن رجب لو لم يعذ إلا معصوم من الزلل لم يعذ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. در کتاب لطائف المعارف حافظ ابن رجب گفتن که لو لم يعذ إلا معصوم، اگر در دنیا فقط معصوم امر معروف و نهی منکر میکردگی باشد، معصوم از زلال، معصوم از گناه، این خیلی باشد، هیچ کس بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم باید نصیحت نکند، چون که یگان انسان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم عصمت ندارد، یعنی معصوم نیست، بی گناه نیست، بی خطا نیست بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی. و اگر این بعضی علما در این باره سخت گرفتن، گفتن که انا همین یک وسوسه شیطان است، تو خودت عمل نداری برای مردم بیان نکن، تو را کی مانده است که شریعت را به مردم میرسانی، تو در فلان جا خطا کردی، در فلان جا گناه کردی، فلان روز فلان کار خیر را نکردی، تو امر معروف نکن، تو درس نده، تو تعلیم نده. این وسوسه های شیطانی است. گفتن شیطان میخواهد با این راه تمام مسلمان ها را پیش راه امر معروف نهی منکر را گیرد، یعنی شعائر ششمین رکن اسلام است. بعضی علما گفتند که اگر رکن اسلام 5 تا 6 تا میشد، ششمینش امر معروف و نهی منکر میشد. گفتند بعد از آن حافظ ابو اسحاق البیری گفتند که تقطعني على التفریط لوما و بالتفریط دهرك قد قطعت، یعنی این هم سخن ناظم به ابوبکر گفتن که بگو، تو هم اگر خواهی بگو که این نصیحت ها از من دیده به خودت اولاتر است، تو سزاوارتر است که این نصیحت ها را گوش کنی. بعد از آن گفتن که تقطعنی علی التفرید، مرا تو ملامت داری به خنک نظری. تفرید یعنی خنک نظری، بی اهمیتی در کارهای خیر، غفلت از امر معروف. تقطعنی علی التفرید لوما، تو مرا سرزنش میکنی که من خنک نظری کردم، از کارهای خیر در غفلت بودم، بی پروایی کردم، بی اهمیتی کردم. گفتم مرا ملامت میکنی و بی تفریط دهرک قد قطعت، تو خود حیات خود را با خنک نظری و با غفلت سپری کردی. یعنی ای ابوبکر تو خواهی همین صحبت انا همین سخنها را بر من گو که تو قطعنی، تو اینقدر مرا ملامت کردی و خودت حیات خود را با اینقدر خنک نظری و غفلت و بی اهمیتی گذرانیدی. واقعا اگر به سخنی پیغمبرها و سخنهای بزرگان اگر نظر کنیم، آنها هیچگاه خود را تزکیه نمی کردن، تعریف و توصیف نمی کردن. ببینید حضرت آدم علیه السلام پدر انسانیت، پیغمبر الله چی میگن؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال یعنی آدم و حوا گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما به نفس خویش ظلم کرده. ببینید پیغمبر میگوید که من به نفس خویش ظلم کرده. ان لم تغفر لنا و ان لم تغفر لنا، و اگر تو ما رو مغفرت نکنی، گناه ما رو نپوشانی، و ترحمنا، ما رو مهربانی و رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از جمله ضرر دیدگان میشویم، از جمله زیانکارها میشویم. ببینید سخنی پیغمبر الله را. حضرت نوح علیه السلام در سوره هود چی میگن؟ قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. و الا تغفر لی، اگر تو مرا مغفرت نکنی، و ترحمنی، رحم نکنی، اکن من الخاسرین، من از جمله زیانکارها میشوم.
سخن یک پیغمبر الله است، سخن رسول از رسول هاست. و حضرت موسی چی گفتن؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. گفتن که پروردگارا من برای نفس خویش ظلم کردم، گناه مرا مغفرت کن. گفتم فغفر له، الله تعالی مغفرت کرد. بزرگان ببینید چه خیلی سخن میکنن. امام احمد کسی پرسید که ای امام احمد تو این علم را خالص برای الله گرفتی؟ گفتن که من به این جرأت کرده نمیتونم، لیکن من این علم را آموختم تا اینکه نادانی را از خود بردارم. گفتن یعنی برای من به خاطر الله علم گرفتم. گفته نمیتوانم، گفته برای اینکه این کار ممکن نیست. این یکی از خطاگی های بسیار از مسلمان ها هست که برای خود عمل خیر را نسبت میدهند. ما خالصا لله این کار را کردیم میگن. این بسیار گناه است، ظاهرش کار خیر است، لیکن الله تعالی میگه که فلا تزکوا انفسکم، شما خودتان را تزکیه نکنید، تعریف و ستایش نکنید. یه عملی نافله اگر گوید که من 10 سوم به فلانچی دادم، 100 سوم به فلانچی دادم، گفته عملی معیده را اگر ذکر کنید منع است. چی جایی من خالصا لله علم گرفتم، خالصا لله علم داده ایستادم؟ بسیار کاری منکر است که این خطاگی از مسلمان های به تقوا صادر می شود از سبب کم داشتن علم. حتی بعضی استادان ما میگفتن که بعضی امام های مسجد میپرسی که تو چی کاری؟ میگوید من امام خطیب هستم. ماشاءالله مزد ماهانه چند سوم است؟ نه ما خالصا لله کار میکنیم، یعنی ما برای خاطر الله کار میکنیم، با اویلیک شدن. هیچ کس از نیتت نپرسید. بنابراین انسان باید خودش از اخلاص با اخلاص تعریف نکند. اخلاص عزیز است. امید کند که عملهایش خالص برای الله باشد، ولیکن به مردم نگوید که ما این کارها رو به خاطر الله کردیم، خالصا لله کردیم. نگوید. این تزکیه هست. بعد از اون مصنف گفتن که و فی صغری تخوفنی المنایا و ما تدری بحالک حیث شخت. و فی صغری تخوفنی المنایا، در خردسالی من از مرگ میترسانیدی. من کودک هستم، من جوان هستم، تو مرا نصیحت میکردی. و در ابتدای شعر گفتن که به نزد تو مرگ می آید، تو را میخواهد و تو فکر نکن که من خردسال هستم، حالا در پیش عمری بزرگ دارم. گفته به امیدی جوانیت نشو. گفته نصیحت کرده بودم. در اینجا میگن که و فی صغری تخوفنی المنایا، من در ایام خردسالی من از مرگ میترسانیدی. مرگ شب و روز به نزدت می آید، مرگ به نزدیکی به پیشت می آید. گفته مرا از مرگ میترسانیدی. و ما تدری بحالک حیث شخته، به حال خودت یک نظر نمی کنی که تو پیر شدی. یعنی تو به این نصیحت از من دیده اولاتر هستی. تو باید بسیارتر مرگ، اگر مثلا منطقا هم گیریم، غالبا آدم پیرانسال بر وقتتر وفات میکند از آدم جوان. یعنی غالبا، یعنی در اکثر احوال هست جایهایی که جوان بر وقت وفات میکند از آدمی که پیر است. هست آدمی که مثلا بیمار است و آدمی صحت وفات میکند. یک انسان مادرش نگاه بین میکند، چندین سال بیمارخانه میبرد، تبابت میکند، دارو میبیارد، خدمت مادر دارد، مادر زنده میماند، این وفات میکند. یعنی این چیزا هست. لیکن غالبا آدمی کلانسال به مرگ نزدیکتر است. میگویند که قدمش به قبر یک وجب مانده است و از گناه پرهیز ندارد. بنابراین مصنف گفتن که و فی صغری تخوفنی المنایا، ای ابوبکر خواهی بگو که تو ای نصیحتگری من خردسال هستم و تو مرا از مرگ میترسانیدی. لیکن به حال خودت یه مراتبه نگاه نمیکنی که تو پیرانسال شدی، تو به مرگ از من دیده اولاتر و سزاوارتر و نزدیکتر هستی. تو خودت را نصیحت نمیکنی. و در بعض نسخه ها و فی صغری تخوفنی المنایا و ما تجری ببالک حین شخته،
و ما تجری ببالک حین شیخته. خودت پیرانسال شدی و به خاطرت نمی آید که تو پیرانسال شدی. یعنی تو بیشتر خودت رو نصیحت کن. یعنی اگر انسان یا آدم نصیحت کنه همین خیلی جواب‌های هم از وی منتظر شدنش ممکن از دیگرها. مصنف خودشان را در اینجا نصیحت کرده ایستادند به واسطه ابوبکر. بعد در بیت 64 گفتند که و کنت مع الصبا اهدا سبیلا فما لك بعد شیبک قد نکث. تو گفتن در ایام خردسالی در راه راست بودی. و کنت مع الصبا، با وجود اینکه جوان بودی، کودک بودی، اهدا سبیلا، راهت راستر بود. فما لك بعد شیبک قد نکث. چی شده است که بعد اینکه موهات سفید شده است نکثت؟ اگر نکثت خوانیم یعنی عهد را شکستی، عهدی استقامت. هر یک بنده به الله تعالی عهد میدهد که پروردگار ما عهد میدهم که یک مرد صالح، یک شخصی با تقوا میشوم. گفته عهد میدهد. علال خصوص در ایام جوانیش که عالم میشوم، خدمت به این دین مقدس اسلام میکنم، در عمرم برای دین میبخشم، تا روزی وفاتم خدمت اسلام و مسلمان ها میکنم. گفته عهد میده، گناه نمیکنم، عملهای خیر را اجرا میکنم. فما لك بعد شیبک قد نکثت. به تو چی شده است که عهدی خود را بعد اینکه پیران سال شدی شکستی؟ یعنی همین خیلی گفته نصیحت کن. نکث یعنی شکستن عهد. و الله تعالی در سوره نحل میگوید که ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. شما نشوید مانند آن زنی که بافته خود را بعد اینکه با قوت میبافت و با آخر میرسانید آن را ویران میکرد. مفسرها در تفسیرش میگویند که از زنی بود در مکه، یک لباس های زیبا می بافت، بسیار بافنده ماهر بود. وقتی که یک لباس را بافته مکمل میکرد پر میشد، بعد از اون همون میکشاد گشته. الله تعالی میگوید که شما مانند آن زنی نشوید که بعد اینکه بافته خود را مکمل میکرد گشته و میکشاد. یعنی بعد اینکه عملهای صالح کردید عملهای خود را باطل نکنید. بعد اینکه علم گرفتید دیدید که 15 سال نه به علم عمل کردید و نه علم را رسانیدید، حتی از این علمهایی که خوانده بودید چیزی همراهتان نمانده است، شما اکنون خیر ما موفق نشدیم گفته ترک نکنید، بلکه مهنت‌های پیشینه خود را، مهنت‌های استاد و پدرهای خود را، بابای گذشتگانتان که برای طالب علم شدن شما مهنت کرده است، اون مهنت‌ها را باطل نکنید. عمل‌های خیری خود را باطل نکنید، بلکه آن را دوباره بازگشت کنید. این یک معناش است. اگر قد نکثت خوانیم، در دیگر نسخه آمده است که فما لك بعد شیبک قد نکست، با سین نکست یعنی رجعت. چی شد است بر تو در ایام کودکیت راهت راستر بود از آن که امروز پیران سال شدی، بعد پیران سال شدن از راه راست گشتی. نکست یعنی به قفا برگشتی. بعد از آن در بیت 65 گفتند که و ها انا لم اخذ بحر الخطایا کما قد خذته حتی غرقت. یعنی گویا ابوبکر گفته ایستاده است. مصنف از نام ابوبکر گفته ایستاده که و ها انا لم اخذ بحر الخطایا، من یعنی ابوبکر گویا گفته ایستاده است، من بحر گناه ها را یعنی خوض نکردم، به دلیل در آنجا شنا نکردم، یعنی من به گناه مانند تو غرق نشدم. تو در بحر گناه هستی کما قد خضته حتی غرقت. تو در بحر گناه قدم زدی، یعنی گناه را به بحر مانند کردن از سبب بسیاریش و از سبب آنکه انسان غرق می شود و در آن کما قد خضته، تو در مابین بحر آمدی و حتی غرقت، حتی به گناهایت غرق شدی. من باشم لم اخذ بحر الخطایا، بحر خطاگی ها را زیر نکردم. یعنی خواهی این گونه گفته مصنف رحمت الله علیه
به ابو بکر گفته ایستادن که اگر خواهی تو برای من چنین پاسخ بگردان. گفتن در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.